آیا میدانید امروز کدام کتاب براتان معرفی خواهم کرد؟ باشکیم نفته. بسیار کتاب مهم، چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم. 2 جلد کتابای بسیار مهم. یعنی وقتی اونها به خاطر فرزندان ما پلان دارن، ما چی پلان داریم؟ وقتی اونها میخواین که فرزندان ما سیکولر و ملحد و عیسایی و نمیفهم بودایی و دیگه بخشا شوند، ما کدام پلان با اطفال خود داریم؟ آیا اسلام همیست که مثلا تفلکایتان خوب زیاد تفلکا داشته باشین و برایش هیچ پلان نداشته باشین؟ نه از تربیتش خبر باشین، نه از تحصیلش خبر باشین، نه از تعلیمش، نه از نظافتش، نه از اخلاقش، نه از مسائل دینیشان، هیچ. از خاطر از این یک کتاب بسیار مهم، ولی کتابای در 2 جلد بسیار شیرین نوشته کردن. یعنی ما بعضی وقت می دوستا را میگم کتابایی که اهل سنت ایران ترجمه کردن، دوستایی که اوجا ترجمه کردن، بسیار شیرین، بسیار مقبول ترجمه کردن و بسیار کیفیت خوب. در این فصلای بسیار زیاد از فصل ازدواج بحث کردن، سر ازدواج بحث کردن، همه قسم دلسوزی است، آنچه والدین هنگام تولد نوزاد باید انجام بدهند. بسیار زیاد چیزایی است که یک تفلک پیدا میشه، کدام چیزای اسلامی است که در او بخش باید بحث شود. انحراف، عوامل انحراف فرزندان است، مسئولیت تربیت ایمانی یک تفلک است، رشد عقلانیش است، حکمت آشنایی چی است، حکمت این امر چی است، تربیت فرزندان با اساس محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مسئولیت های تربیت جسمی است، همه قسم مسئولیت های تربیت اخلاقی بالای از او بحث کردن. یعنی بسیار چیزای خوب، بسیار چیزای است. درباره مواد مخدر است، مسئولیت های تربیت فکری اطفال. فکر کنین مسئولیت های تربیت ایمانی، تربیت اخلاقی، تربیت جسمی، تربیت فکری، تربیت روانی یک تفلک. یعنی بخشای بسیار زیاد است که ما باید به او متوجه باشیم. همه قسم سخن گفتن است، شوخی کردن است، تبریک گفتن است، مریض است، بسیار چیزا در این بحث کردن، مکمل به حق همسایه است. یعنی فکر کنین یک نصاب مکمله که میتونین چه قسم اطفالتان تربیت کنین، همین 2 کتاب است. 2 کتاب بخوانین، بالخصوص خواهرای عزیز. شما چون بسیار تفلکات تا 7 سالگی 10 سالگی ساینس، باز تکنولوژی، باز بخشا هم هستن، استادا میگن که 70% شخصیت یک تفلک تاثیر داره. تا 7 سالگی چی کارایی که میکنه، امرای کی میشینه، چه قسم است دیگه. در وقت مادر یک رول بسیار مهم داره. وقتی مادرای عزیز ما از این ناخبر باشن، وقتی مادرای ما نمیفهمن که اطفال خود چه قسم تربیت کنن، پس شما آینده امت اسلامی را چه قسم میبینید؟ شما آینده جوانان را چه قسم میبینید؟ چرا جوانای ما به انحراف رفتن، به فحشا و مشکلات روانی و تکلیف و دیگه مبتلا شدن؟ از خاطر از اینکه تربیت صحیح نشدن. درست از بعض جوانا میشه آخر فامیلا کوشش خود کنن، ولی عموما گپ میزنم. جلد 2 بحثای بسیار زیاد است که در او درباره مسئولیت تربیت جنسی یک انسان است. همه قسم سمینارها و بحثا را برش بحث کردن. خطرهای اجتماعی و اخلاقی درباره زنا بحث کرده، عوامل مؤثر تربیتی است، صبر است، بسیار چیزایی است که او بحث شده. قواعد اساسی است، نمازها از نوافل است، تهجد و نماز سنت و علم و تقوا و اخلاص و بسیار چیزاست. یعنی مکمل چند فصل پیشنهادات ضروری تربیتی، بعضی پیشنهادات نویسنده نوشته کرده که بتونین اطفالتان چه قسم تربیت کنین. یعنی باور کنین اگر همه زندگی ما بالای از این کتاب براتون ویدیو جور کنم، یعنی بیایم بالای هر موضوعش یک ویدیو براتون جور کنم، سالها خواهد گذشت. یعنی ما میتونم از این براتون در بخش ازدواج و بخش مسائل دیگه که است براتون ویدیوها جور کنم، یعنی بتونم بحث کنم. ولی ما میخوایم که این کتاب شما خودتان بخرین. در کتابخانه کابل پیدا میشه، در غزنی هم پیدا میشه، چون ما ایرا در غزنی خریده بودیم، اونجا یک سفر داشتیم امرای دوستا. کتاب خوشم آمد چون انتشارات، فکر کنم انتشارات نور حق بود، در اوجا بودن دیگه. از اوجا خریدیم، در کابل هم است، پشت خانه تانم میشه بیاره براتون. یک کتابی است که باید در هر خانواده باشه، یک کتابی که هر مادر باید از این خبر باشه. 2 جلد است، کتاب بسیار مقبول نوشته شده. بگیرین، بخوانین و آینده امت اسلامی را تربیت کنین.